کنفرانسی بین المللی علمی نظریوی که تحت عنوان استفاده عاقلانه ثروت‌های آبی، آب حوزه‌های امودریا و سردریا و مشکلات گیااکولوژی در تالار مؤسسه دولتی کاخ فرهنگ سغدیان مرکزی ولایت دایر گردید با جلب عالمان ساحه، راهبریت دانشگاه‌ها، استادان مؤسسه‌های تحصیلات عالی و دیگر نمایندگان اطراف مسائل ذکر شده گفتگوزار به عمل آورد. همزمان ذکر گردید که کنفرانسی مذکور بخشیده به 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، سالهای 2020-2040 20 ساله آموزش و رشد علم‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف، سال 2025 سال بین المللی حفظ پریخ‌ها راه اندازی گردیده. بار دیگر توجه عالمان را به جستجو و دریافت راه‌های پیشگیری از بامرام آبشوی پریخ‌ها روانه کرد. تحقیق مسائل گوناگون وابسته به استفاده عاقلانه و حفظ ذخیره آب، حفظ پریخ‌ها در جریان برگزاری کنفرانس و دیگر همایش‌های علمی بین بحث مباحثه عالمان نسبتاً تدبیرهای معین مشخص پیدا می‌شوند و در امروزه کنفرانسی بین‌المللی که بخشیده به این مسئله ها در حوزه امودریا و سردریا گذشته ایستاده است. محض با اشتراک عالمان جمهوری‌های ازبکستان، قرقیزستان و تاجیکستان مسئله های حفظ ثروت‌های آبی این آب حوزه ها و استفاده عاقلانه آب‌های فرامرزی بررسی شده ایستاده است. از ضمن برآمد خود عالمان اصرار داشتند که وابسته به موقع اوروگرافی یعنی کوهشناسی و اقلیم، تاجیکستان در حدود آسیای مرکزی یکی از بزرگترین منطقه‌های یخبندی زمان معاصر به حساب می رود. در حدود تاجیکستان پریخ‌ها در موضع کوه‌های بلند پیدا شده. تعداد پریخ‌های کوه‌های مملکت زیاده از 10,000 را تشکیل می دهد. با سبب پیش آمدن تغییریابی اقلیم، آبشوی پریخ‌ها به مشاهده می رسد و تاجیکستان در شخص پیشوای ملت محترم امام علی رحمان اولین شده در سطح جهانی مسئله های حفظ آب و ذخیره های پریخ‌ها را ارزیابی نمود. محض با تشبث پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان از طرف سازمان ملل متحد سال 2025 همچون سال بین المللی حفظ پریخ‌ها اعلان گردید. در پرتو این تشبث‌های پیشوای ملت برای عاقلانه استفاده بردن ثروت‌های آبی، مخصوصاً آب تازه آشامیدنی، ضرور است که معرفت استفاده بری آب را بین اهالی راه اندازی کرده، خطر نارسایی آب تازه برطرف کرده شود. باید تذکر داد که در فاکولته گیولوژی و توریسم دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفوروف، مرکز علمی نظریوی، مرکز آموزش تغییریابی اقلیم و تأثیر آن به حرکت پریخ‌های آسیای مرکزی تشکیل کرده شده. آن عالمان و دانشمندان ساحه آموزش ذخیره‌های آب و پریخ و تغییریابی اقلیم را متحد کرده است. جمهوری تاجیکستان همچون دولت صاحب استقلال رسالت خویش را در حل مسائل گلوبالی استفاده عاقلانه ذخیره‌های آب و حفظ پریخ‌ها زینه به زینه عملی می‌نماید. باید تذکر داد که در این کنفرانسی دایر گردیده باید به مسائل مربوط به آب حوزه‌های امودریا و سردریا برآمد عالمان و محققان ساحه شنیده شده. در انتها به یکی از استادان دانشگاه دولتی خوجند به نام باباجان غفوروف، دکتر علم‌های گئوگرافیا پروفسور عبدالفتاح رحیموف که برای رشد ساحه گئوگرافیا آماده کردن شاگردان صاحب تجربه و نوآور و نوشتن تعداد زیادی اثرهای علمی نقش باسزا گذاشته است، عرض سپاس اشتراکداران کنفرانس بیان کرده شد.